مالزیا، پایتختش کوالالامپور. مالزیا یکی از کشورهای آسیای جنوب و شرقی به حساب رفته 330,000 کیلومتر مساحت دارد. اهالیش 33 میلیون نفر. مالزیا سال 1957 31 اوگوست استقلالیت خود را از بریتانیا به دست آورده است. دارای 13 ایالت است و در خشکی با 3 کشور سنگاپور، اندونزیا و تایلند هم‌مرز است. مالزیا با چین، تایلند، ژاپن، سنگاپور، امریکا و دیگر کشورها روابط خوبی تجارتی دارد.